بسم الله الرحمن الرحیم. خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر که به سائل میدهند از هر چه بهتر بیشتر. عرض حاجت میکنم آنجا که صاحب خانه‌اش پاسخ یک میدهد با 10 برابر بیشتر. گاهی که به درگاه کریمی میروم، راه میپویم نه با پا بلکه با سر بیشتر. زیر دین 14 معصومم اما گردنم زیر دین دختر موسی بن جعفر بیشتر. الحمدلله رب العالمین. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام مردم، سلام هم نفسه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خب من که هر وقت حاجای صبوحی عزیز رو میبینم یاد قرآن میافتم و یاد تدبر در قرآن کریم. فکر کنم شما هم دیگه توی این چند ماه اخیر که ایشان رو دیدید در برنامه یاد خدا همچین حالتی پیدا کرده باشید. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارتتون. متشکرم. خوبین ان شاء الله. منم عرض سلام خدمت شما دارم، همینطور خدمت بیننده های محترم این برنامه. مخلصی. ان شاء الله که بتونیم در این جلسه هم از محضر نورانی قرآن استفاده کنیم. الهی آمین. خب عرضم به حضور شما که آقا اینم یه نعمت بزرگیه ها که آدمو میبینن یاد چیزای خوب بیفتن. خدا رو شکر. شما رو خیلی‌ها میبینن یاد این مباحث قرآنی و اینا میافتن. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله که خلاصه همونطوری که مردم ما رو با اسم قرآن میشناسن، توی اون ور خطم همینجوری شناخته بشی. از خدا اینو میخوایم. ان شاء الله که اینطور باشه. ان شاء الله. خب عرضم به حضور شما که برای برنامه امروزمون من قبل از برنامه از حاجی صبوحی پرسیدم سوره ماعون رو، سوره مبارکه ماعون رو در نظر گرفتن. اگه اشتباه نکنم 107مین سوره قرآن کریم هست و قرار هستش که تدبر و تأملی داشته باشیم در آیات این سوره مبارکه. آقا بسم الله. بسیار باشیم. ان شاء الله در خدمتتون هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دوست دارم مطالبم رو با یه مقدمه شروع کنم. خیلی خوب. مقدمه رو هم از قرآن کریم قرار میدیم. سوره مبارکه معارج. در سوره مبارکه معارج حقیقتی رو خدا بیان میکنه، اینکه انسان هلوع خلق شده. هلوع یعنی بسیار بسیار حریص. اصلا این خلقت انسانه. این حرص یه موتوریه در وجود ما آدما برای جذب. درست. ما قراره تکامل پیدا کنیم، پیش بریم، حرکت بکنیم. این تکامل محتاج جذبه. این جذبه هم یه موتور میخواد. این جذبه اتفاق میفته. با همین موتور حرصه که ما دنبال ثروت میریم، دنبال علم میریم، دنبال اخلاق بهتر میریم. چه مسائل مادی چه مسائل معنوی، به هر سمتی که تنظیمش بکنیم تو همون جهت جذب خواهیم داشت. و اگر کسی موتور حرص در وجودش روشن نباشه، از حرکت میفته، کاری نمیکنه. نه دنبال علم میره، نه دنبال ثروت میره، نه دنبال اخلاق میره، نه معنویت، هیچی. یعنی آدمی میشه که نمیتونه از عمرش درست استفاده کنه. یعنی این حرص میتونه در جهت درست دقیقاً صرف بشه. بله. مثل چاقویی که میره تو شکم، منتها صاحب اون شکم رو نجات میده، جراحی میکنه و درستش میکنه، صاحب شکم دیگری رو میکشه. دقیقاً. اینجا جای استفادهش. دقیقاً. یا مثل پمپی که در کنار یک تانکر کار میکنه، این تانکر رو قراره پر کنه. حالا شما داخل هر چی که قرارش بدی همونو پر میکنه تو تانکر. آب باشه آب، فاضلاب باشه فاضلاب. به هر حال این کارش جذبه. این موتور حرصه. خدا ما آدما رو هلوع خلق کرده. اینو حواسمون باشه. آیش هم اینه، آیه 19 سوره مبارکه معارج. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. حالا نشانه های اون حرص چیه؟ یک شری به انسان برسه، احساس کنه یه خیری رو از دست داده، یه منفعتی رو از دست داده، ضرر کرده، داد و هوارش بلند میشه. و اگر خیری به انسان برسه، همه اون خیر رو میخواد برای خودش نگه داره. اینا از نشانه های اون حرصه. اینجا یک عبارت عجیبی در ادامه داریم که این مقدار تأمل برانگیزه. فرمود الا المصلین، به غیر از نمازگزاران.
بعد اونجا یه سوالی پیش میاد، یعنی نمازگزاران بابا بالاخره انسانن. خدای فرمودی ان الانسان خلق هلوعا. خب نمازگزاران جز انسان ها هستن، اونام که هلوعن دیگه. پس پس این الا المصلین میخواد چی بگه؟ مگه اونا مثلا حرص در عبادت داشته باشن؟ این الا المصلین میخواد همون مدیریت موتور حرص رو بهش اشاره کنه. آقا ما انسان رو با موتور حرص آفریدیم اصلا، ولی این موتور حرص جهت‌دهی میخواد، تنظیم میخواد، کجا قرار بگیره، چی رو جذب کنه. اون چه که کمک میکنه به مدیریت موتور حرص تو وجود ما آدما چیه؟ حقیقت نمازه. الا المصلین، فقط نمازگزارانند که میتونن این صفت رو درست مدیریت کنن، این جذبه درست اتفاق بیفته. این جذبه ما رو به خلاصه جذب فاضلاب و جذب منجلاب و جذب آلودگی ها و زشتی ها و اینا نکشه. از انسان خدای نکرده فردا یک اینطوری بگم حالا یک هیزم درست نشه، یه چیز دور انداختنی درست نشه. جهنم جای دور انداختنه دیگه. آره. این درست نشه. از انسان اون گوهر وجودیه درست بشه. یه مثال جالبی داره دیگه تو این جریان جذب. شما یک دانه شن، حتی یه دانه شن از جذب مستثنا نیست، یه وقت جذب میکنه از اطرافش یک عناصری رو جذب میکنه که ازش عقیق در میاد. یه سنگی میشه عقیق. یه وقت هم جذب یه طوری اتفاق میفته که یه سنگ بی ارزشیه که هر کس نگاه هم کنه پرت میکنه یه گوشه‌ای، اعتنایی بهش نمیکنه. پس جذب هست که میتونه از ما بسازه یک انسان با ارزش متعالی رو، و یا خدای نکرده یک هیزم به درد نخور و دور انداختنی رو. این کاریه که جذب انجام میده. این جریان الا المصلین که اینجا اشاره میکنه 8 تا صفت برای مصلین در همون سوره معارج بیان میکنه. من سرفصلوار میگم. خب پس من سوالام خواستم بپرسم جواب داد. مثلا بگم این مصلین شامل همه ماها که همینجوری نماز میخونیم همینجوری هر جوره میشه یا نمیشه؟ دقیقاً همین مطلبه که این حقیقت نمازی که سوره معارج میگه، این 8 تا صفتی که برای نمازگزار بیان شده چی هست؟ اولینش همون نماز خودمونه. یعنی ما نمازی که انجام میدیم 1/8 حقیقت نمازه. آقا نماز صبح میخونی؟ بله. ظهر، عصر، مغرب، عشا، همه نمازات کامله؟ بله. با آدابش، با احکامش؟ بله. شما تازه نمازتو درست اجرا کنی 1/8 از حقیقت نمازو داری. 7/8 دیگهش این نیست. همین نماز احکامی آدابی، همین نماز احکامی آدابی 1/8 نمازه. بقیه‌اش 1/8 حقیقت نمازه. جالبه که این 8 تا صفت 8 تا صفت نمازگزاران شمرده شده. یعنی خدا نیومده بگه مؤمنین، متقین، فرموده الا المصلین. نمازگزارا این 8 تا صفت رو باید داشته باشن تا بتونیم بهشون بگیم نمازگزار. اولیش چیه؟ خود نماز. دومیش چیه؟ انفاق فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. باید به سائل و محروم رسیدگی کنه، تو اموالش، تو حقوقش درصد معین کرده باشه. برای سائل، برای محروم، تو درآمدش یه سهمی معین کرده باشه. که حالا من قبلا هم در بعضی از برنامه‌ها گفتم طبق بعضی از روایات حداقل 2.5% از درآمدمون رو در نظر بگیریم برای همین امور خیر. حداقل 2.5%. حالا اگر کسی مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان درآمد داشته باشه، این میشه 25,000 تومان. یعنی اون خمس و اینا حساب اون این به غیر از بحث خمس و زکات. 1/5 که میدیم هیچ. 1/5 مال بعد از خرج سالمونه دیگه. آره. خرج سالو که انجام دادیم و اینا تهش یه چیزی اضافه موند، اون اضافه 1/5 تعلق میگیره که میشه خمس. اینی که من عرض میکنم طبق روایات این از درآمدته. همون موقعی که حقوقتو داری میگیری، بالاخره به عنوان کارمند، به عنوان کارگر، به عنوان تاجر آخر ماه داری بالاخره دخلتو جمع میکنی، یه درآمدی داری. به عنوان کشاورز زمین و کاشتی میخوای حالا برداشت کنی، از اون چه درآمدته حداقل 2.5% رو در نظر بگیر برای نیازمندان.
آقا ما الان همه دغدغه‌مون اینه که ولو شده یه 0.5% هم باز دولت راضی کنیم بیشتر زیاد کنیم و حالا بیام 2.5% هم بدیم که آقا دیگه این مسئله است که اگر اومد وسط اون حقیقت نماز کامل میشه، ما حرکتمون رو درست به سمت سعادت انجام میدیم. و این مسئله است که حالا دنبال خودش برکات فراوان داره که در یه وقت دیگه ای باید بهش اشاره کنم. بقیه اوصاف رو میخوام بگم. پس یکی شد نماز، یکی شد انفاق. یعنی کسی که الان فعلا اولی نماز میخونه ولی به هیچ وجه اهل انفاق نیست، جزو مسلین قرار نمیگیره، چون باید 8 تا رو با هم داشت. دقیقاً 8 تا با هم. بریم بعدی‌ها رو ببینیم. سومی چیه؟ سومی تصدیق روز جزا. باور داشته باشه که آقا هر چی که بکاری همونو درو میکنی، روز جزایی در کاره. از خیر خیر برداشت میکنی، از شر شر. من یعمل مثقال ذره خیرا یره مثقال ذره شرا یره. این باور به روز جزا. چهارمیش چیه؟ ترس از عذاب. یعنی با خودش نگه آقا درست روز جزا هست، قیامت هست، ولی ما که قرار نیست جهنم بریم. نمازگزار نمیگه ما قرار نیست جهنم بریم، خودشو در امان نمیدونه و چون خودشو در امان نمیدونه تقوا پیشه میکنه، مراقبت میکنه. چون اگر آدم خودشو در امان دید از عذاب، دیگه دلیلی برای رعایت تقوا نمیبینه. چرا تقوا رعایت کنه؟ پس چهارمیش ترس از عذابه. درست. این 4 تا رو که بیان میکنه، 4 تای دیگه بهش اضافه میکنه از یه جنس دیگه. میگه ببین این اصلیاست. نمازت درست، انفاقت درست، تصدیق روز جزا درست، ترس از عذابم درست. اینا کامل شد. حالا بیا آب بندیش کن. این آب بندیه چیه؟ 4 تای دیگه است. 1. باید پاک دامن باشه. پاک دامن. جز از حلال دنبال تأمین نیازهای غریزی جنسی خودش نباشه. فقط از حلال. نگاه حلال، ارتباط حلال. به غیر این ممنوع. این میشه متجاوز. میگه اولئک هم العادون. دیگه این نمیشه نمازگزار. آره، هر چقدر در مضیقه و تنگنا باشی، اگر از راه حلال شد، اگه نشد باید عفت پیشه کنی. چه بسا این خودش ابتلاء است. احسنتم، دقیقاً. بعد از اون مسئله چیه؟ میگه امانتداری و تعهده. باید امانتدار باشی و متعهد. با مردم قرارداد بستی، قرارداد کاریه، قرارداد زوجیته. متعهد باشی، پایبند باشی به توافقاتی که با مردم داری. بعدش چیه؟ مسئولیت پذیری اجتماعیه. نمازگزار نمیگه به من چه. آقا فلانجا به فلانی دارن ظلم میکنن، به من چه. کشور همسایه این شد، به من چه. به من چه تو کار نمازگزار نیست. در حوزه توانش مسئولیت میپذیره. و 8می جالبه، میگه 8می اینه که از این 7 تا صفت مراقبت کنی. یعنی یه چک لیست داشته باشی، 7 تا صفت رو توش بنویسی، بگی آقا ما قراره موتور حرصمون رو با نماز مدیریت کنیم. نماز 8 صفت هست، 7 تاشو بنویس. 1 نماز، 2 انفاق، 3 باور به روز جزا، 4 ترس از عذاب، 5 پاکدامنی، 6 امانتداری و تعهد، 7 مسئولیت پذیری اجتماعی، 8 مراقبت از این 7 تا. به دست آوردن یه چیزایی یه حرفه، حفظ و نگهداریش هم یه حرف دیگه دقیقاً هست. نگهشون داری اینا رو. این میشه موتور حرص رو با نماز مدیریت کردن. این مقدمه عرایزمه که حالا انشالله تو بند بعدی. من فکر کنم تموم شد سوره ماعون. مقدمه تازه میخوایم به سوره ماعون برسیم. خیلی هم عالی. سوره ماعون کوتاهه، اما با این مقدمه خوب میتونیم ازش نتیجه بگیریم انشالله. ما سراپا گوشیم، در خدمت. ادامه بدم؟ بله بفرمایید. حالا با این مقدمه میایم سوره مبارکه ماعون. یه دفعه با یه سوال خیلی عجیب روبرو میشیم. خدا از پیغمبرش یه سوال میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. پیغمبر من دیدی این آدمی رو که دین رو دروغ میشموره؟ تو از جانب خدا قرآن آوردی میگه دروغه، از جانب خدا احکام آوردی، آداب آوردی، میگه دروغه. دین رو دروغ میشموره. ارأیت الذی یکذب بالدین. گویا اینجا توجه حضرت جلب بشه. خدای کیو داری میگی؟ میگه فذالک، اینو میگم، الذی یدع الیتیم. همین آدمی رو میگم که یتیم رو داره از خودش دور میکنه. نسبت به یتیم بی توجه، بی عنایته.
براش مهم نیست اگر کسی بنا به مشیت الهی، بنا به مقدرات الهی سرپرستش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده، برای او مهم نیست که چه بلایی قرار سر این بیاد. میگه این دین رو قبول نداره. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. میبینیش گرسنه ها رو میبینه، فقرا رو، نیازمندان رو میبینه، گرسنگی رو تو جامعه میبینه، ولی براش مهم نیست. نه خودش انگیزه داره به فقرا کمک کنه و رفع گرسنگی از اونها بکنه، نه انگیزه داره دیگران رو تشویق کنه. هیچی. بی‌مسئولیت در قبال فقرا. این دین رو قبول نداره. حالا خدا کسی رو داره به پیامبرش نشون میده که اینجا برای حضرت سوال پیش میاد. آخه خدایا این آدم تو میگی دین رو قبول نداره ولی این نماز میخونه. ما دیدیم نماز میخونه، درسته یتیمدار نیست، یتیم نواز نیست، درسته به فقرا توجه نمیکنه ولی نماز که داره میخونه. اینجا خدا میفرماید که فویل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران. آقا در سوره معارج فرمودی الا المصلین، فقط نمازگزاران نجات پیدا میکنن، غیر نمازگزاران همه خوراک جهنمن. تو بعضی از روایات ما فرمودن ویل اون عمیق‌ترین چاه جهنمه. تجسم ویل عمیق‌ترین چاه جهنمه. وای بر نمازگزاران. پناه بر خدا. آقا چطور شد؟ میفرماید الذین هم عن صلاتهم ساهون. اینا درست نماز رو دارن میخونن ولی از حقیقت نماز غافلن. اینا حقیقت نماز رو دنبالش نبودن، از نماز فقط یه حرکات و سکنات ظاهری رو گرفتن. صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء این حرکات رو باید انجام بدیم، فقط همین. این 1/8 نماز بود. پس بقیهش چی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. خدا میگه آقا دومیش بعد نماز این بود که تو راجع به سائل و محروم، فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، یک انجام وظیفه، احساس مسئولیتی داشته باشی. حکو این چه نمازیه که تو به جا میاری نتیجهش این نشده که حب دنیا تو وجود تو حل بشه، نتیجهش این نشده که اهل انفاق بشی، نتیجهش این نشده که بیای بیرون از مسجد یا از نمازت که فارغ شدی به حل مشکل مردم توجه کنی، دنبال درد مردم رو بگیری و بدونی یه روز حسابی هست، بدونی روز حسابی هست، از عذاب الهی بترسی. بعدش تازه آب بندیش کنی، حالا پاک دامن باشم، متعهد باشم، امانتدار باشم، مسئولیت پذیر باشم، اینا رو حفظ کنم. پس این نشد. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. بعد اینجا گویا حضرت باز سوال کنه از خدا که پس این کاری که میکنه نماز نیست چیه؟ الذین هم یراؤون. این یه نمایشه. نمازی که در کنارش ترک حب دنیا اتفاق نیفته از نظر قرآن ریاست. شاید تا حالا ما خیلی کلمه ریا رو شنیدیم، ریا در نماز و اینا. بله خب یه مصادیق اخلاقی هم داره، یه نفر یه جوری نماز میکنه که بقیه خوششون بیاد، میگیم ریا میشه و بقیه رو میخواد خلاصه توجه اونا رو جلب کنه، این ریا. اینا بله اینا ریا. اما ریایی که قرآن میگه عجیبه. ریایی که قرآن میگه حتی میتونه تو نماز تنهایی خودت هم اتفاق بیفته. عجب. یعنی شما میتونی تو دل شب تو تاریکی بلند شی نماز بخونی ولی خدا بگه ریاست، نمایشه. آقا نمایش نده، فیکه، قلابیه. یعنی میگید همون موقعی که من فکر میکنم تو بغل خدا ممکنه تو بغل شیطان باشم. همون موقع ممکنه باشم. معیارش چیه؟ الان برای ریا معیار میده، میگه الذین هم یراؤون. آقا از کجا فهمیدی ریاست؟ میگه ببین و یمنعون الماعون. ببین خیرش به کسی نمیرسه. یمنعون الماعون میدونی یعنی چی؟ تو زبان عربی شتر اگر سواری نده عرب میگه منع الماعون،
یعنی خیرش رو از بقیه دریغ کرده، حاضر نیست به کسی سواری بده، پشتش رو در اختیار کسی قرار نمیده سوارش بشه. میشه منع الماعون. میگه شما اینا یمنعون الماعونن، یعنی از دستش میگن قطره آب نمیچکه، خیرش به کسی نمیرسه. آقا برای اینکه مدیریت بفرمایید ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. بله منم دیگه آخر سوره مبارکه ماعونه جمع‌بندی خواهیم کرد. پس معیار نماز ریایی در سوره مبارکه ماعون شد نمازی که صاحب این نماز نم پس نمیده. آفرین، خیرش به کسی نمیرسه، ناخون خشکه. ناخون خشکه. این میشه معیار نماز ریایی. حالا برو تو خلوت بخون، برو شب تاریکی بخون. نماز کارکردش مدیریت حرصه. اون 8 صفتی که در سوره معارج گفتیم رو به یاد بیاریم. اون 8 صفت اگر اومد نماز میشه نماز، حرص مدیریت میشه. اون وقت انسان به جای اینکه شروع کنه به جمع کردن و انباشتن دنیا، جمع فاوعا، جمع کردن و انباشتن دنیا، شروع میکنه به افزایش دادن اون مقدمات قرب الله. چطور میتونم به خدا نزدیک بشم؟ نماز تو قرآن خداگراییه، نقطه مقابل دنیا گراییه. ببینید وقتی میگیم گرایی یعنی جهت حرکت، جهت حرکت ما به سمت خداست. ما از دنیا بهره میبریم، باید هم بهره ببریم. مثال خیلی زیبایی است در حدیث مطرح شده. معصوم فرمود مثل انسان مانند کشتیه و دنیا مثل آب. آب نباشه کشتی حرکت نمیکنه، کشتی رو آب حرکت میکنه. ولی همین آب وقتی موجب حرکته که زیر کشتی باشه. اگر کشتی سوراخ شد، آب داخل کشتی اومد، چی میشه؟ همین آب کشتی رو غرق میکنه. ما از دنیا بهره میبریم، استفاده میکنیم برای حرکت به سوی خدا. اما اگر نتونستیم این حرص رو مدیریت کنیم، این حرص ما رو کشید به چی؟ به جذب دنیا و حب دنیا و اینا. این مدلیه که زمینگیر میشی. امام چهارم فکر میکنم تو دعای 8 اول دعای 8 صحیفه سجادی باشه که میفرمایند اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. آفرین. دقیقاً. خیلی 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 زمین میزنه. اما اول کار امام میگن اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. حالا در واقع استجابت دعای حضرت که خوب هممون این دعا رو داشته باشیم به چیه؟ به حقیقت پیدا کردن نماز در زندگیمونه. نماز رو با 8 صفتی که سوره مبارکه معارج یادمون داده. من برای اینکه عزیزان مطالعه کنن از آیه 19 سوره مبارکه معارج تا آیه 35 این آیاتیه که به حقیقت نماز داره اشاره میکنه. این آیات حتما بخونن و با این آیات مأنوس بشن. بعد از این آیات در خدمت سوره مبارکه ماعون قرار بگیرن که ببینن اگر نمازی مانند یا استانداردهای 8گانه نماز در سوره معارج رو نداشت، اون نماز در سوره ماعون چطوری توصیف میشه. چون من شنیدم گفتن یه بار دیگه آقا بگن 19 تا 35 سوره معارج. بله 19 تا 35 سوره معارج و سوره مبارکه ماعون. این 2 تا قسمت رو با هم دیگه انشالله هممون توفیق داشته باشیم بخونیم و تدبر کنیم. خیلی 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 خوب. انشالله که خدا کمکمون بکنه به دعای حضرت معصومه پدر بزرگوارشون علیه السلام تو این مسیری که شما تعیین کردین بتونیم قدم‌های خوبی رو برداریم. خیلی استفاده کردیم. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. اجرتون با حضرت معصومه باشه پدر بزرگوارش. یه بیت هم حالا بخونم با شما خداحافظی کنم. گفت وا می‌کند بر روی ما بنبست‌ها را، باب الحوائج شد بگیرد دست‌ها را. بسم الله. یا حق